در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی واسط دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظیم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار،
بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، هم از خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در آیات 232 یا سوره بقره قرار داریم. در آیات گذشته الله سبحانه و تعالی ارتباط به احکام قسم و احکام ایلا و مسئله طلاق و اقسام طلاق بیان شد. در ادامه بحث طلاق باز هم این آیات الله سبحانه و تعالی اشاره داره به کسانی که زن طلاق میدهن و بعداً یا این زنها به همان شوهر اول خود میتوانند رجوع کنن و یا این که خلاصه شوهر دیگری بگیرن به طریق شرعی و اینها. این آیه همین موضوع را بیان میکنه. و اذا طلقتم النساء، هنگامی که طلاق دادید نساء زنها را، فبلغن اجلهن، وقتی که به پایان رسید همان مدت عده. در آیات قبلی فبلغن اجلهن به معنای به آخر رسید، به این آیه به معنای کامل شد، به این معنا میشه فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن، پس منع نکنید ایشان را، زنها را منع نکنید، ان ینکحن ازواجهن، تا اینکه اینها نکاح کنن شوهران خیش را، اذا تراضوا بینهم، وقتی که اینها راضی بودن در بین هم دیگر، بالمعروفی، به طریق شرعی. یعنی کسی که زن طلاق داد، اگر زن پس به میل دل خود شوهر اولی خود را انتخاب کرد که طلاق باین بوده باشه یا رجعی بوده باشه، رجعی که مرد رجوع میکنه و اگر باین هم بود، وقتی که اگر به شوهر اولی زن پس آماده بود و بالاخره با او میخواست دوباره نکاح کنه، اینجی قرآن میگه دیگه کسی ممانعت نکنه. یعنی برادر ای زن، پدر ای زن، کسی نمیتونه مانع از این کار ازی بشه، به شرطی که کار خلاف شرع انجام نده، کاریو به طریق شرعی باشه، بالمعروف، به همین معنا، یعنی به وجه احسن، به وجه پسندیده. ذلك یوعظ به، این به وسیله همین احکام یا قرآن یا این آیاتی که بیان میشه پند داده می شود. چی کسی پند داده میشه؟ قرآن چی کسی پند میده؟ من کان منکم، کسی که باشه از شما که یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان داشته باشه و ایمان داره این انسان به کی؟ به خدا و به روز آخرت. تسلیم احکام پروردگار کینه؟ کسی که به خدا و به روز قیامت ایمان داشته باشه. چون و چرا نداره. وقتی که اگر مثلا خواهرش یا بالاخره دخترش کسی او را طلاق داد و پس اگر با هم دیگر راضی شدن، شریعت اجازه داده. وقتی شریعت اجازه داده دیگه اینجا کسی به اصطلاح در مقابل قرآن غیرت نشان نده، در مقابل قرآن غیرت نشان نده. غیرت قرآن از همه غیرت ها بالاتره. یا مثلا یک نفر زن طلاق داده، بعدن اخطار میده که اگر تو زن شوهر کردی و بالاخره گله نکنی، این انسان
از شریعت بوی و یا بهره‌ای نگرفته، زن طلاق دادی دیگه، حالا دیگه تحت اختیار تو نیه، تو حق نداری اخطار بدی، حق نداری. وقتی زن طلاق دادی زن صاحب اختیار شده، حالی بعد از عده که گذشت چه کار میشه؟ میره شوهر میگیره. این آیه مبارکه میگه چی کسانی پند قرآن رو گوش میکنن، چی کسانی موعظه ها رو گوش میکنن؟ من کان منکم، کسی که باشه از شما که یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت نداشته باشه که هر کاری که از دست از او بیایه انجام میده. در اخیر بحث اشاره میکنیم، میبینیم که دنیای کفر چی غوغایی به پا کرده. به همین طریق کسی که ایمان نداشته باشه بری از او خدا و پیغمبر و قرآن ارزش نداره، هر کس که میخواه باشه. پس کسی که یقینش و باورش به خدا نباشه و ایمان نداشته باشه بری از او دیگه یک طلاق و دو طلاق و 100 طلاق و بالاخره ظلم و ستم و اینها هم خیلی بری از او مهم نیه. این جای قرآن در اخیر اشاره میکنه ذالک یوعظ بهی، ای پند، ای موعظه، ای اندرز از برای کسی که ایمان به خدا و به روز آخرت داره. ذالکم ازکی لکم و اطهر، زن بر شوهر بگیره و یا شوهر اولی رو انتخاب کنه، ای ازکی لکم، ای پاکیزه تر برای شما، و اطهر، ای خیلی پاکه، ای هم به نفع هم بالاخره پاکیزه تره، فکرها جمع میشه. وقتی از هر دو طرف هم فکر خود زن جمع میشه و هم فکر فامیل او زن. پس این آیه مبارکه اشاره میکنه ذالکم ازکی لکم و اطهر والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میداند، والله یعلم، خدا میدانه، و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. انسان به نفع و ضرر خود نمیفهمه که چی کاری به نفع و به چی کاری به ضرره. خیلی از موضوعات ما به ضرر میپنداریم ولی به نفع ما نه، و خیلی موضوعات ما میگیم ای به نفع، در حقیقت او به ضرر انسان تمام میشه. این آیه مبارکه اشاره میکنه والله یعلم و انتم لا تعلمون. اگر زن بیوه میره عروس میشه، الله سبحانه و تعالی میگه شما مانع نشیم. اگر او عروس میشه، اگر او شوهر پیدا میکنه و اگر او بالاخره رفت به خانه بخت خوب، ای ذالکم ازکی لکم و اطهر، ای پاکیزه تر، ظاهر و باطن انسان خلاصه در عرصه ازدواج پاک میشه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این آیه مبارکه شأن و نزول از این چنینه که در دوران جاهلیت وقتی که از یک فامیل یک زن به اصطلاح امروزی بیوه میشد، شوهر از او بالاخره فوت میکرد، بعد دیگرها چه کار میکردن؟ مانع ازدواج از این میشدن و فکر میکردن که تا حتی این به ارث رسیده. و امروزه هم به جامعه‌ای که بعضی میگن که چگونه بیوه ما عروس بشه و چگونه این دختر ما که بیوه شده عروس بشه و این خواهر ما بیوه شده چگونه عروس بشه و چگونه بالاخره شوهر بگیره. امروزه هم به بعضی از مناطق این ننگ میدانن، در حالتی که قرآن عظیم الشان به صراحت برای ما و شما میگه که این اختیار داره، ولی به طریق شرعی. اگر دختر ما، خواهر ما و بالاخره یکی از اقوام ما، خویشاوندان ما، کسی که بالاخره سرپرستی زن رو به دوش داره، اگر این زن رفت شوهر بیبندوباری گرفت که قیافه شوهر به اعضای فامیل نمیخورد، اخلاقش نمیخورد و بالاخره اینجا میتونن ممانعت کنن. اما اگر به وجه پسندیده و شرعی زن میره بالاخره عروس میشه و شوهر میگیره، این آیه مبارکه میگه که ذالکم ازکی لکم و اطهر والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدانه و شما نمیدانید. در این کار نفع، در این کار خلاصه خیلی فایده ها نهفته، فکرها جمع میشه، فتنه ها خاموش میشه. پس در دوران جاهلیت
چنین عمل میکردن که ننگه که بیوه یک قومی بود که بالاخره و عروس بشه. امروزه هم به جامعه افغانستان بعضی اقوام، بعضی بالاخره مناطق عیب میدانن تا حتی وقتی زن بیوه میشه او دیگه اجازه نمیدن برای خانه پدر خود. تو بیوه ما هستی و بالاخره تو حق نداری. نه، وقتی که الله سبحانه و تعالی او آزاد میگذاره به انتخاب شوهر، آزاد میگذاره. اگر شوهر گیره آزاده، نگیره اختیار داره. پس در از این قسمت بیاییم ریشه های دوران جاهلیت بسوزانیم. ریشه های دوران جاهلیت، در دوران جاهلیت چنین حالتی بود که بالاخره اجازه نمیدادن بعضی از اقوام دوران جاهلیت که دیگه او بیوه عروس بشه. خیلی هم جالبه که امروزه هم در گوشه و کنار ها اگر خود زن شوهر نمیخواه، اگر اولاد داره اولادها خود جمع میکنه، خیلی بهترتر اولاد جمع میکنه، درست و صحیح بلنسر اینا هسته، اختیار عام تام داره. اما زن در اوج جوانی باشه و بالاخره تقدیر شوهر از یا شهید کرده یا مرده یا بالاخره به هر طریقی بوده از دنیا رفته، حالا دیگه ای زن چه کار کنه؟ بسوزه و بسازه که به خاطری که به فلانی خان بد نگن یا به فلانی بالاخره فلان قوم بده. پس اینها اعمال دوران جاهلیت. این آیه مبارکه اشاره میکنه که چی اشخاصی پند قرآن رو گوش میکشن؟ کسانی که اینها به خدا و به روز آخرت ایمان دارن. چند مسئله به طور خلاصه و فشرده بیان میکنیم. مسئله اول اینه که اگرچه آیات بعدی هم ارتباط به بحث عده و اینها می آیه، به طور خلاصه و فشرده مسئله اول دختر نابالغ، وقتی اشاره کردیم که بیوه میتونه بالاخره بره عروس بشه، اختیار عام تام داره. حالا دختر هم میتونه بدون اجازه والی، بدون اجازه سرپرست بره عروس بشه. دختر نابالغ که هنوز به سن بزرگی نرسیده به هیچ عنوان نمیتونه بدون اذن و اجازه والی خود شوهر انتخاب کنه، به هیچ عنوان، چون هنوز بالغ نشده. و پدر از او هم اجازه داره که او اگر در سن صغارت عروس کنه اجازه داره، ولی کار خوبی نیه. شرعاً و شریعت مقدس اسلام میگه بگذارید دختران بالغ شوند و بعد وقتی که بزرگ شدن تصمیم ازدواجشان را بگیرید. پس از لحاظ فقهی دختر نابالغ که هنوز بالغ نشده به هیچ عنوان بدون اذن والی و سرپرست خود نمیتونه بالاخره تصمیم ازدواج بگیره. فقط والیونه، سرپرستیونه که تصمیم میگیره. مسئله دوم دختری که بالغ شده، دختری که بزرگ شده، دختری که به سن کبارت و تحت تکلیف قرار گرفته، اینجی دو جریانه. در عرصه ازدواج رضایت دختر 100% لازم و ضروریه که دختر رضایت داشته باشه، و همچنین برعکس رضایت والی و پدر هم 100% لازم و ضروره که اینها هر دو با هم دیگر باید مشوره کنن. پدر بیای از دختر پرسان کنه، دختر و پدر با هم دیگر نظریات خود یکی کنن، بعدن اینجی تصمیم ازدواج گرفته بشه. البته باید یک نکته اشاره کنیم. 3 روز 4 روز قبل یک همشیری آمد و بالاخره بحث همین طلاق و اینها بود. 3 روز قبل بود جریان. خواهر میگه که مر به زور با لط و کوب، شاهد آمدن از ما پرسان کردن و بالاخره من هیچ رضایت نداشتم، مر به عقد نکاح دادن. خب این نکاح صحت نداره. نکاحی که دختر رضایت نداشته باشه و اون نکاح بسته بشه قطعا صحت نداره. دختر بالغ، دختری که در سن بزرگی رسیده باشه. وقتی میگیم رضایت دختر شرطه و رضایت پدر، چون پدر برای دختر مهربانه،
سرپرست برای دختر مهربانه، مگر یک پدر ظالمی میخواد که بالاخره رحم و شفقت و عطوفت و مهربانی نداشته باشه، بالاخره دنیای مادی و فریبنده‌ای که او فریب داده باشه دختر رو بر مادیات سودا کنه. او بحث جداگانیه. به این واسطه میگه رضایت دختر و رضایت پدر اینها لازم و ضروری، هر دو تا باید راضی باشن، هر دو تا باید رضایت بدن. مسئله سوم هم که بخش زن بیوهی که هیچ کس اختیار از او نداره، خود از او اختیار خورداره، اختیار خورداره که بالاخره عروس میشه یا عروس نمیشه. اما ارتباط به این که اگر دختر راضی بود، اگر دختر راضی بود یک جایی خواستگاری میآیند دختر راضیه پدر ناراضه، آیا چه کار باید کرد؟ این نکاح صورت میگیره یا نمیگیره؟ در چنین صورتی بین ائمه بزرگوار و علمای بزرگوار اختلافه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرمایند که در چنین حالتی دختر میتونه بدون اجازه سرپرست، بدون اجازه والی ازدواج کنه. این به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جواز داره، اما از این باز ایت برداشت نشده که هر دختر بالاخره بدون اجازه پدر چکار کنه؟ فوراً فرار کنه که من بدون اجازه. نه، باید در حضور شاهدین باشه، باید در حضور جمع باشه، باید در محفل باشه. دختر میگه که بالاخره وکیل ما پدر من نیه، کاکا منه، وکیل ما پدر من نیه، برادر منه. به این طریق این حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می فرمایند که اگر در جای دختر بالغ راضی بود و پدر ناراض بود، اینجا چه کار میشه؟ اینجا یه عقد بسته میشه، عقد بسته میشه. ولی ادامه امام ابو حنیفه صاحب می فرمایند اگر این دختر رفت یک جوان لاابالی گرفت، یک جوان معتاد گرفت، یک جوان بیبندوبار گرفت، یک جوان بی خدای گرفت، یک جوان بیدین و فاسق گرفت، اینجا دیگه پدر صلاحیت داره محکمه مراجعه میکنه، نکار فسخ میکنه. اینجا پدر اجازه داره که نکار در این قسمت چه کار میکنه؟ فسخ میکنه. این لازم و ضروریه که بالاخره پدر متوجه فرزند باشه. اما دیگه ائمه بزرگوار همه نظر اینا اینه که بدون اجازه والی، بدون اجازه پدر، بدون اجازه سرپرست قطعاً نکاح درست نمیشه، نکاح صحیح نمیشه. که این نظر دیگه بزرگوارا و ائمه و اینهایم. در این آیه مبارکه وقتی این موضوعات بیان شد، باز هم یک نکته دیگر اشاره میکنیم. در شرایط امروزی خیلی از پسرها و خیلی از دخترها اینها به خیر و شر خود نمیفهمن. این خیلی نکته مهمیه. پدر که هست کان تجربه، مادر کان تجربه، اینها میشناسن، اینها مدت زندگی کردن، مدت جریان زن و شوهری پشت سر گذاشتن، پس تجربه کاملی دارن. پس خیلی مهمه که هم پسر و هم دختر باید در عرصه ازدواج با بزرگان خود، با والدین خود و بالاخره با تمام اعضای فامیل مشوره کنن، با تمام اعضای فامیل مشوره کنن که نشه که خدا این خواسته به دختر به یک کاکل چپه بچه بزی بخوره و بالاخره بچه مسکین هم با یک ناز و کرشمه دختر بزی بخوره. خلاصه آیه مبارکه بعدی ارتباط به وقتی از طلاق تمام شد، بحث بعدی ارتباط به شیرخوارگیه. این آیه مبارکه ارتباط به شیرخوارگی. چرا وقتی آیه قرآن میفرماید والوالدات یرضعن اولادهن، وقتی که بین زن و شوهر اختلاف می آیه، بین زن و شوهر جدایی می آیه، چون به ادامه همین ربط داره که چرا بحث شیرخوارگی بعد از جریان طلاق آمد.
وقتی که بین زن و شوهر جدایی آماد و طلاق صورت گرفت، اگر اینها طفل شیرخواری داشتن چه کار کنن؟ اگر طفل شیرخواری بود، طفل 6 ماهه، 1 ساله طفل داشتن، این چه کار کنن؟ طلاق که آماد اورم نعوذ بالله من ذالک بکشن، اور بالاخره همیته بیبندوبار بزرگ باشه. اینجا شریعت مقدس اسلام میگه که درسته بین زن و شوهر جدایی آماده، اما باید این مادر این طفل را از خود جدا نکنه و پدر هم باید این طفل را از آغوش مادر بالاخره جدا نکنه. درسته اینا جدا شدن، باید که مادر این طفل را شیر بده. اگر مادر شیر نمیداد، پدر مسئولیت داره که برای این فرزند شیردهی بگیره، زنی رو بخی اجاره کنه که برای از شیر بده و تا حتی امو شیر خشکی که در بازار بعد خلاصه این طفل بسیار صحیح و سالم تربیه بشه. اگر این طفل به کنار مادر خو میمانه، شوهر مسئولیت داره که اگر چی زن طلاق شده، شریعت میگه تو مرد باید به این زن غذا بدی، نفقه بدی، لباس بدی به اندازه‌ای که امکاناته، چون این فرزند تو جمع میکنه. این آیه مبارکه همین موضوع بیان میکنه. والوالدات یرضعن اولادهن، مادران شیر دهنده چه کار میکنن؟ اولادهن، مادرانی که یرضعن شیر میدن، اما صیغه مضاریه، به بعضی جا صیغه مضاری تعبیر به امر میشه. مادران باید شیر بدن اولادهن، اولاد خیش را چقدر؟ حولین کاملین، 2 سال کامل. لمن اراد ان یتم الرضاعه، کسی که میخواهد که تمام کنه چی؟ دوران شیرخوارگی. دوران شیرخوارگی کسی که میخواد تمام بکنه، یعنی طفل خور کامل شیر بده، 2 سال کامل باید که طفل شیر بده. و علی المولود له، بر مولود له پدره. رزقهن، وقتی که مادر شیر میده، طفل بر پدر اینه که رزقهن نفقه بدن بر زن، و کسوتهن، و همچنین لباس داده باشه، بالمعروفی، به طریق عرف، به طریق شرعی، یعنی به اندازه‌ای که توان داره. لا تکلف نفس الا وسعها، خداوند تکلیف نداده هیچ نفس مگر به اندازه توانش. یعنی اگر سرمایه داره، این رزق و این نفقه و این لباس، نفقه و لباس سرمایه داری باشه. اگر توان کمتر داره، به اندازه توان خود. لا تضار والدتون بولدها ولا مولود له بولده، ضرر رسانیده نشه، یعنی به همدیگر ضرر نرسانن. چگونه؟ مرد خیلی استطاعت و توان مالی نداره، زن میگه به یک شرط بچه تو شیر میدم که تو بالاخره این مبلغ رو بپردازی، چنین لباس ها بخری و این چنین نفقه بدی. در توان مرد که نیه. این آیه قرآن میگه که ضرر نرسانه مادر به ولدها، به چی؟ به جهت فرزندش. به کی؟ برای پدر. ولا مولود له بولده، و همچنین پدر هم به خاطر طفل ضرر وارد نکنه برای این زن. یعنی توان داره، سرمایه داره، میتونه انفاق کنه، ولی به اندازه‌ای که سرمایه داره انفاق نمیکنه. این آیه مبارکه میگه به خاطر این طفل برای همدیگر ضرر نرسانید. لا تضار والدتون بولدها ولا مولود له بولده و علی الوارث. خب اگر این طفل به دنیا آمد و بالاخره پدر فوت کرده بود، این احکامیه که اگر طلاق صورت بگیره یا نگیره، انمی جریان شیرخوارگی. اگر طلاق هم صورت گرفت، باید که این طفل درست و صحیح سرپرست داشته باشه. اگر طلاق هم صورت نگیره، بین زن و شوهر طفل به دنیا میایه، همین جریان داره دیگه. اگر طفل به دنیا آمد، وقتی طفل در بطن مادر بود، پدر از دنیا رفت، یا طفل 1 ماهه و 2 ماهه بود، پدر از دنیا رفت، سرپرستی از این به دو شکینه. و علی الوارث،
بر وارث مثل ذالک، مثل این چنینی که بیان شد، مثل که پدر از فرزند خود چگونه پرستاری میکنه و چگونه محافظت میکنه، دیگران که این طفل بری از اونا میرسه چکار کنن؟ وارث از او از امی طفل چنین پرستاری و اینها کنن. فین اراد فصالا عن تراض منهما، اگر مادر و پدر خواستن و اراده کردن جدایی را، عن تراض منهما، که این طفل از شیر باز کنن، اینها بین خود چکار کردن؟ اراده کردن. هنوز 2 سال تکمیل نشده، 1.5 ساله شده، 1 ساله شده، مادر مشکلات داره، شیر داده نمیتونه و بالاخره مریضه، شیر نداره و به همین طریق اینها میخوان طفل از شیر باز کنن، هنوز که 2 سال هم کامل نشده. پدر و مادر میشینن عن تراض منهما، به ارتباط شیره طفل هر کدام به چی؟ به رضایت همدیگر. عن تراض، به رضایت همدیگر، پدر هم راضیه، مادر هم راضیه، به رضایت همدیگر طفل را از شیر باز میکنن. و تشاور، اینا مشوره میکنن با همدیگر. فلا جناح علیهما، پس گناهی نیست برای پدر و مادر. قرآن عظیم الشان که اینقدر تاکید میکنه که بشینن پدر و مادر مشوره کنن، به خاطر چی؟ به خاطر این که امروز به دنیا هم طب هم ثابت کرده که اگر از تمام شیرهای دنیا که جمع بشه و به طفل نوشانیده بشه، به اندازه 1 روزی که طفل از سینه مادر شیر بخوره آنقدر مؤثر نیست که شیر مادر مؤثره. شیر مادر در وجود طفل خیلی فایده های عجیب و غریب داره. به این واسطه شریعت مقدس اسلام میگه اگر زن میخواست طفل را از شیر باز کنه، با چی؟ با شوهر مشوره کنه. شاید شوهر اگر این زن شیر نداشته باشه، زمینه نفقه بهترتر، غذای بهترتر، تداوی بهترتر ایجاد کنه تا این زن شیر داشته باشه و طفل بنوشانه. پس این آیه مبارکه به این واسطه میگه مشوره لازم و ضروریه. اگر مشوره صورت گرفت که طفل به 1 سالگی از شیر باز بشه، به 1.5 سالگی از شیر باز بشه، فلا جناح علیهما، گناهی بر این پدر و مادر نیه که با مشوره هم دیگر او را از شیر باز کنند. و این اردتم، اگر خواستید شما ان تسترضعوا اولادکم، اگر زن شیر نداشت شما ان تسترضعوا اولادکم، این که بگیرید شیر دهنده برای اولاد خیش. در صدر اسلام همچنین رواج بوده. یک زنی که زیاد شیر داشته، طفلای دیگری هم برای خود انتخاب میکرد، شیر میداد، باز در مقابل از او اجرت میگیرید. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شیر دادن حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها، این مادر رضایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شیر داد. این آیه مبارکه میگه اگر زن شیر نداشت و شما میتوانید، اگر اراده کردید شما ان تسترضعوا اولادکم، شما شیرده بگیرید برای اولاد خیش، یعنی مشکلی نداره. فلا جناح علیکم، گناهی نیه بر شما، اذا سلمتم، وقتی که تسلیم نمودید، ما آتیتم، آنچه که مقرر کردید، بالمعروفی. یعنی چی؟ یعنی زنی که میگیرید که طفل شما شیر بده، آنچه که شما مقرر کردید به طریق شرعی به وجه پسندیده، او رو بدهید برای از اونها. به زن صحبت میکنید که مثلا همین قدر و همین مبلغ رو به تو میدم، تو فرزند مر شیر بده. این درست و صحیح شریعت مقدس اسلام میگه به او بپرداز، باز نشه که خدای نخواسته حق از او تلف بشه. در اخیر آیه میفرماید واتقوا الله، بترسید از خدا، واعلموا، بدانید که ان الله بما تعملون بصیر، هر آینه خدای تبارک و تعالی چیه؟ بما تعملونه، به او چیزی که شما انجام میدهید بصیر، بینا. یعنی الله سبحانه و تعالی خوب میبینه و خوب میدانه که شما چه کار میکنید. اگر زنی که بیای طفل شما شیر بده، حق از او ضایع میکنید. اگر زنی که به عقد نکاح شمانه و زن شمانه، او طفل شما شیر میده و شما نسبت به نفقه به او غفلت میکنید، اینا رو میدانه.
اگر زنی که او طلاق دادید و طفل به نزدش گذاشتید و بالاخره شریعت میگه برای از اون نفقه بدید، لباس بدید، اگر نفقه ندادید لباس ندادید، والله بما تعملون بصیر، خدا میدانه به اون چیزی که شما عمل میکنید. واتقوا الله، بترسید از خدای تبارک و تعالی. چند موضوع به طور خلاصه و فشرده دستورالعمل‌های برای شیر دادن و تربیت اولاد اشاره میکنیم. شیر دادن طفل بر مادر تا وقتی که در حباله یا حباله یا در عقد نکاح شوهرش هسته واجبه برای مادر که طفل شیر بده. اما این متوجه باشیم که دیانتاً واجبه نه قضاءاً. یعنی اگر زن گفت که من شیر نمیدم، به محکمه که مرد مراجعه کنه، قاضی به سر از اون مجبور کردن نمیتونه. اما اگر بدون عذر شرعی مادر طفل شیر نده، به نزد الله سبحانه و تعالی او چیه؟ گناهکاره. دوم، ائمه ثلاثه و صاحبین مدت شیرخوارگی 2 سال گفتن. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2.5 سال میگن، 2 سال و 6 ماه میگن. دلیل حضرت امام ابو حنیفه صاحب این آیه مبارکه که و حمله و فصاله 30 شهرا. اما قول مفتابهی اینه که طفل از 2 سال اضافه تر باید شیر نخوره، یعنی دوران شیرخوارگی طفل 2 ساله که این مسئله دوم. سوم، مولود لهو که پدره باید که متوجه مادر طفل باشه، مادر که شیر میده پدر باید متوجه باشه که این زنی که طفل من شیر میده باید که متوجه نفقی از او بیشتر باشه و متوجه بالاخره رخت و لباس و کوش و همه اینها متوجه بیشتر باشه که اون مادر درست و صحیح او طفل شیر بده. و خیلی هم مهمه در عرصه شیر دادن، توصیه برای مادرانی که اطفال شیر میدن، اگر مادر در اثنای شیر دادن امروز از لحاظ طبابت و لحاظ تحقیقاتی که ارتباط به روحی و اینها شده، اگر مادر در اثنای شیر دادن خوشحال و مسرور باشه، فرزند از او فرزند خوشحال و مسرور و با عطوفت و مهربانی و اینها به بار می آید. اگر در حالت شیر دادن مادر دارای قهر و غضب و خشن باشه، همو قهر و غضب و بالاخره خشونت به سر طفل هم تاثیر میگذاره. پس این خیلی مهمه که فکر مادر جمع باشه. پدر مسئولیت داره که نفقه خوب برای مادر بپردازه تا مادر هم طفل خوب شیر بده. چهارم، اشاره کردیم که اگر مادر نبود، مادر فوت کرده بود، اگر مادر طلاق داده شده بود، حالا پدر مسئولیت داره که درست و صحیح از این طفل پرستاری کنه و یا زن شیردهی برای از این پیدا کنه. پنجم، در وقت اگر طفل از شیر باز میکنن قبل از 2 سال باید چه کار بشه؟ باید 100% بین زن و شوهر مشوره صورت بگیره. ششم، مدت رضایت نزد جمهور علما گفتیم 2 ساله. نزد جمهور علما 2 ساله. به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2.5 ساله. 2 سال الی 2.5 سال این مدت رضاعت، مدت رضای شیرخوارگیه. در اینجا یک نکته، بعضی میگن که طفل، مسائلی که در دارالافتاء مراجعه میشه، فلانی شیر داد، خب فلانی چند ساله بود؟ 4 ساله بود. طفل از 2.5 سال به بالا به نزد امام ابو حنیفه، به نزد جمهور از 2 سال به بالا اگر از زن شیر بخوره و فرزند از اون نمیشه. اگر همراه کسی شیر میخوره و برادر از اون نمیشه. شیرخوارگی که فقط ثابت میشه در 2 سال. چند سال گذشته یک مسئله جریان عجیبی چند سال قبل یکی از استادا قصه میکردن، گفتن در یکی از همین قریه ها خب یک زن و مرد با هم دیگر که صحبت کرده بودن، خب مرد 30 ساله بعداً به زن گفته بود خب مکو تو که مرد دوست داری، من تو دوست دارم، خب تو بالاخره مشکل با هم دیگر ما بشینیم برخیزیم صحبت کنیم
چه کار کن؟ تو بالاخره صدر و یا سینه خربدی که من بگیرم، من فرزند تو میشم و بعد بالاخره هرچی نشست و برخواستم داشته باشیم گناهی نمیشه. این تعبیر جاهلانه و بالاخره بسیار حرف نامعقولی. 30 سال بعد از 30 سال این میخواه رضاییت یا رضاعت ثابت کنه. بناهن از 2 سال به پایین تا سن 2 سال هر طفلی که شیر بخوره اون میشه رضا، اون میشه شیرخوارگی. از 2 سال به بالا شیر خارگی ثابت نمیشه. موضوع هفتم، مسئله شیرخوارگی خیلی مسئله بزرگ و مهمیه. متاسفانه همه خواهران رو به این موضوع توصیه میشه، خصوصا مادر بزرگان، بیبی ها. به این طریق مادر جای میره طفل گریه میکنه، بیبی طفل رو میندازه به سینه. یا بیبی که شیر داره یا بالاخره بیبی که شیر نداره، او هم باز بعدن که موضوعات جزئیه که سینی که شیر نداشت چگونه، باز اگر چنین واقعی رخ داد به دارالفتاء مراجعه شه، او بحث جداگانیه. اما میمونه جریانی که وقتی اگر بیبی همی بچه به سینه میندازه و شیر میده، چه کار میشه؟ تمام نواسه های پسری و دختری بیبی به ای حرام میشه. وقتی به ای حرام شد دیگه نمیتونه با هم دیگر اینا از یک طرف خواهرزاده میشن برای، از یک طرف برادرزاده میشن. به اینه که قاعده کلی و فقهی و روایات داریم که و یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. هر چیزی که نسب حرام میکنه رضا هم حرام میکنه. پس به این طریق خیلی باید در این عرصه متوجه باشیم. اما بعضی از خواهران در این راستا خیلی غفلت میکنن، فوراً یک طفل رو به سینه میندازن، بعداً چیزی هم نمیگن. هر زنی که طفل شیر میده باید در یک دفتر، در یک کتاب، در یک جای یادداشت کنه که من فلانی ولد فلانی شیر دادم، تا فردا بالاخره دیگران متوجه باشن. خیلی مسئله مهمیه. پس در از این قضیه توصیه میشه برای خواهران که از این کار خودداری کنن و اگر کسی هم شیر میده باید 1000% یادداشت داشته باشه و دیگران را متوجه کنه. بسیار جریان غم‌انگیز، بسیار جریان دلخراش سال گذشته رخ داد. وقتی آدم، خب دوستان لطف و نظر اینه، وقتی انسان مرجع قرار میگیره، الحمدلله دارالعلوم علی انصار مرجع شده، دارالفتای دارالعلوم علی انصار مرجعه، از هر طرف دوستان مسئله شرعی میارن، عجیب و غریب مسائل مراجعه میشه. بعد از 21 سال یک پیرزال بالاخره که پایو به لب گر رسیده بوده، بعد از 21 سال این پیرزال گفته که ما با واسطه که مسئولیت و آخرت نداشته باشم، من می فلانی جور شیر داده بودم. وقتی به دارالفتاء مراجعه شد، بعد از 21 سال خواهر برار بیرون شدن. بعد از 21 سال 2 تا اولاد دارن. خب این دیگه حالا کی فیصله کنه؟ خب در روز اول چرا نمیگفتی؟ چرا سکوت کردی؟ این گناه رو به کجا میبری تو؟ این گناه عظیم و بزرگه، گناه این سکوتر. پس در از این قسمت خیلی مهمه مسئله شیرخوارگی و اینها. هشتم که در اینجی جریان دیگر اشاره میشه اینه که مسئله طلاق و رضا چه کار کنیم؟ اینها از کسی پرسان کنیم که او بفهمه و بدانه. از هر کس این مسائل پرسان نمیشه. این مسائل از اول بکیش، اگر در شهریم به شورای علما مراجعه بشه، در هر گوشه‌ای که هستیم به علمای بزرگ، علمایی که قوت و قدرت علمی دارن، به اونها مراجعه بشه. به دارالفتاهایی که مورد اعتماد شمانه به اونها مراجعه بشه. مسئله طلاق، مسئله رضا، مسئله نیه که آدم بالاخره از هر کس برابر شد پرسید و هر کس هم بر راه فتوا بده. از خود من شخصا هر کس این مسائل پرسان میکنه، من برای میگم برادر عزیز، تو بیا به دارالعلوم، بیا به دارالفتاء، این مسئله که به مفتی مراجعه بشه، به مشوره علما صورت بگیره. برادر داخل موبایل زنگ میزنه که فلانی چوشانده و شیر خورده، آیا میشه یا نمیشه؟ عجب، این حرف داخل موبایله.
فلانی زن چگونه طلاق داده، طلاق میشه یا نمیشه. این داخل موبایل اینا مسائل شرعی نیه که داخل موبایل بپرس فرضا غسل چند تایه، به تو میگیم که 3 تایه فرضا غسل به همین طریق. اما این مسائلیه که اینا رو باید به دست کم بر نداریم. یا مثلا به بعضی برادرها پرسان میکنه که همین جریان شیرخوارگیه، همین همالی بگیم که ما کار داریم میریم. این مسئله که همالی گفته بشه، این مسئله یک تحقیق به کار داره، مسئله که 20 روز 1 ماه، مسائلیه که باید سر از این تحقیق بشه، در روز تحقیق بشه. پس به این طریق این مسئله خیلی متوجه باشیم. جریان طلاق و رضا، شیرخوارگی با علمای بزرگ، علمای موسفید، علمای جوانی هم که بالاخره توان و قوت این مسائل دارن، به اینها مراجعه بشه، به دارالافتاها مراجعه بشه. از داخل موبایل این مسائل پرسان نشه. و از علما هم می خواهش دارم که کسانی که اقتدار فتوار ندارن در این جریان زود فتوا ندن. خیلی فتواهای عجیب و غریبی پیش ما میآید. فتواهایی میآید که قطعا زن و شوهر طلاق نشدن، فتوا داده که شما طلاق شدیم. زن و شوهر طلاق مغلظه شدن، فتوا آماده که شما طلاق نشدیم. همه این فتواها به دارالافتاء گذاشته. پس در از این قسمت خیلی مهمه که جریان طلاق و رضا و شیرخوارگی این مسائل به علمای بزرگ، به دارالافتاهای مورد اعتماد، به اینها مراجعه بشه. و در این قسمت هم نباید شخص عجله کنه که شما امروز باید این مسئله رو بگیم. امروز نمیشه، 1 ساعت بعد نمیشه. این مسئله تحقیق به کار داره، این مسئولیت اخرویه. برادر میای مراجعه میکنه خب طلاق، خب اگر فوراً بگی بریم طلاق شدیم، اگه اینا طلاق نشده بودن روز قیامت ای عالم چی جواب میده؟ اگر اینها طلاق شده بودن و عالم گفت طلاق نشده چی جواب میده؟ اگر اینها شیرخواره نبودن گفت بریم شما شیرخواره‌ایم، پسر و دختری که با همدیگر محبت داشتن خب شیرخوارم نیان، اینها رو میگیم بریم شما با همدیگر خواهر و براریم، نمیرسیم. خب برعکس اگر اینها با همدیگر نمیرسیدن، اینها رو گفت مشکلی نداره. همه اینها جریان هاییه که ما باید متوجه احکام دین. آیات جلوتر خواندیم تلک حدود الله، اینها حدود خدایه، اینها مرزهاییه که نباید از اینها عبور کرد. آیه بعدی الله سبحانه و تعالی بیان میکنه زنی که شوهر از او فوت کرده باشه، عده از او چندیه؟ 4 ماه و 10 روزه. باید تا به 4 ماه و 10 روز زن بدون ضرورت از خانه بیرون نشه، تا 4 ماه و 10 روز زن آرایش نکنه به این طریق. و همچنین ادیو اگر زنی که شوهر از او فوت کرده بود حامله بود تا وضع حمله، تا طفلی به دنیا می آید. و زنی که به تحت عده هیچ کس نمیتونه او خواستگاری کنه، هیچ کس نمیتونه. زنی که شوهری فوت کرده تا 4 ماه و 10 روز کسی خواستگاری کرده نمیتونه. زنی که شوهر از او طلاق داده نمیتونه تا به مسما او خواستگاری کنه، مگر در 2 حالت، مگر در 2 شرط. شرط اینه که اگر تعریض باشه مشکلی نداره. تعریض چگونه؟ زن شوهری فوت کرده و بالاخره کسی میخواد که با او ازدواج کنه. مفسرین بیان کردن برای از او چی میگه این مرد؟ میگه غم نخور، خدا به تو شوهر بهترتری میده. این زن متوجه میشه که حتما این خواستگاره، اما به صراحتا نگه که من خواستگارم و بالاخره عدت تمام بشه تو نکاح میکنم. نه، این آیه که حالا میخوانیم اشاره میکنه. یا این که منع شده که در خلوت برای زن از زنی که در تحت عده خواستگاری کنه. این آیه رو میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم، کسانی که فوت میکنن از شما، و یذرون ازواجا، و میگذرانن زنان را، یتربصن بانفسهن، این زنها چه کار کنن؟ انتظار بکشن 4 ماه، انتظار بکشن خود این زنها 4 اشهر و 10، 4 ماه و 10 روز. فاذا بلغن اجلهن، پس وقتی که تمام شد همی عده 4 ماه و 10 روز، فلا جناح علیکم، پس گناهی نیه بر شما، فیما فعلن، به چیزی که اینا فعل کنن. یعنی اگر زن بیوه رفت عروس شد گناه نداره. فی انفسهن، وقتی اینا تصمیم میگیرن در نفسای خود، بالمعروفی، به وجه پسندیده،
به وجه احسن، به طریق شرعی. اگر این زن بیوه هم رفت بیبندوباری کرد، لاوبالیر گرفت و انسان فاسق و فاجر و معتاد و بدبخت و شقیر گرفت، اینجا باز اگر پدر داره برادر داره میتونه ممانعت کنن. والله بما تعملون خبیر. الله سبحانه و تعالی آگاه با آنچه که انجام میدهید. بحث دیگه که خواستگاری گفتیم، ولا جناح علیکم، و گناهی نیست بر شما فیما اردتم، به او چیزی که شما تعریض کنید، یعنی مستقیم به صراحت خواستگاری نکنید. اگر تعریض یعنی کنایتاً گفتید، گناهی نیه بر شما. فیما اردتم، به او چیزی که شما اشاره میکنید به او، من خطبت النساء، از خواستگاری به این زنها. او اکننتم فی انفسکم، یا پنهان میدارید او چیزی که در دله. یک نفر در دلی و امینه که فلان زن بیوه شد، عدی و تمام شد، او به نکاح میگیرم، این در دل داره. الله میگه این گناهی نیه. اگر کنایتاً شخص گفت این گناهی نیه، اما صراحتاً جواز نداره که به تحت عده کسی به خواستگاری بره و بالاخره خواستگاری کنه. علم الله انکم، خدا میداند که همان شما ستذکرونهن، چه کاره؟ شما زود یاد میکنید. ولکن لا تواعدوهن، ولیکن وعده نکاح ندهید. الله سبحانه تعالی که میدانه که تعدیل شما چیه، الله سبحانه تعالی خوب خبر داره، ولی شما وعده نکاح ندهید به زنها سرا، در حالت چی؟ پوشیده، خلوت اینها. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه بگویید سخن سنجیده. سخن سنجیده همونه که میگیم اگر کسی تصمیم خواستگاری به زن بیوه داشت و زن هم تحت عده بود، برای از او چی میگه؟ مفسرین بیان کردن، یعنی تعریف میکنه تو بسیار زن شایسته ای، این قول مفسرینه. برای تو شوهری پیدا میشه، این قول مفسرینه که بیان کردن. این گناه نداره، اما صراحتا اگر گفت که من به خواستگاری آمدم، شریعت مقدس اسلام تحت این آیه میگه که یک شخص گناهکار میشه، این جواز نداره. ولا تعزموا عقدة النکاح، شما قصد نکنید، قصد نکاح نداشته باشید، حتی یبلغ الکتاب اجله، تا اینکه عده تمام بشه. عده که تمام شد بعد قصد نکاح کنید. واعلموا، بدانید، ان الله یعلم، هر آینه خدا میداند، ما فی انفسکم، او چیزی که در نفسای دلهای شماست، فاحذروه، پس بترسید، پرهیز کنید، متوجه باشید که به تحت عده خواستگاری نکنید. واعلموا، بدانید، ان الله غفور حلیم، خدا آمرزنده و مهربانه. اگر کسی به تحت عده خواستگاری کرد نمیفهمید، توبه میکنه، خدا غفور و رحیمه. اگر علنا به زبان خود چیزی گفت نمیفهمید و بالاخره خدای تبارک و تعالی غفوره و حلیم و بردباره. الله سبحانه و تعالی برای همه ما و شما توفیق بده که این احکام قرآن درست و صحیح بفهمیم و بدانیم.